سلام بچه ها، امروز چند تا قلتک لاستیکی اومده و اینا جنس سیلیکون روی این قلتک های فلزی پیچیده شده. حالا میخوایم یه رنده درست کنیم، یه الماسی درست کنیم که روی لاستیک رو بتراشیم بعد باش سنگ بزنیم. چون معمولا قلتک های لاستیکی قبل از تولید قطرشون خیلی بیشتره، مثلا این قراره بشه 50، ولی خب بیشتر میپیچن که ما روشو بتراشیم صاف شه. بعد عرضم به حضورتون که بعدش باید سنگ بخوره، ولی لاستیک رو نمیشه با هر الماسی تراشید. حالا یه ایده هایی داریم ما برای این ایده. یه گرد استیکا از سفارش شدم اومده، اینه قطرش 50 میلیمتره. میخوایم با این یه دونه الماس درست کنیم که روی این قلتک های پلیمری و یه دونش هم اینجا بستن روی دست تراش سنگ بتراشیم و با این سنگی هم که درست کردیم از قبل روش سنگ بزنیم، بریم کارو شروع کنیم. بچه ها من اینو بستم رو دستگاه، که میبینید دورش کردم، الان آماده تراشکاریه. خط حدوداً به قطر 27 روی این انداختم، بعد روی اینم سفید کردم. الان میخوام این قسمت رو از این خط تا به این لبه رو حالت قاشقی میخوام خالیش کنم. برای این کار این رنده رو انتخاب کردم، داخل تراش کوچیکه. با این میخوام یواش یواش شروع کنم به تراشیدن این قسمت. این چاپرات 40 درصیه، قدش هم 20 سانتی متره. اینم در نظر گرفتم برای این تیکه‌ای که با این میتراشیم، قطعه‌ای که با این میتراشیم و با پیچ ببندیم روی یه حالت هولدر طوری میشه، تقریبا هولدر میشه. اینا میدم به بچه ها سنگ کاریش و سوراخ کاریش و اینا رو انجام بدن تا من اینو میتراشم آماده میکنم. این گیرنده رو هولدره رو اینجاهاشو میدم سنگ میزنن بچه ها، اینجایی که با ماژیک علامت گذاشتم. خب بچه ها تا یه حد خیلی خوبی ما اینو خالی کردیم. خب حالا بریم یه خورده آرایشش کنیم، اینجا رو گرد کنیم، این قسمت رو گردش کنیم، اینجا رو گردش کنیم و این لبه باید تیز باشه، باید یه خورده اینو بیشتر آرایش کنیم. برای خالی کردن این وسط من ابزار نداشتم، رفتم این الماسه رو جوش دادم، اینو من براشتم جوشش دادم، نوکش هم اینجوری گردش کردم. این الان میذارمش اینجا قشنگ این تو رو خالی میکنم باش. بنده رو من بستم و با یه حد خیلی خوبی خالیش کردم، قشنگ گرد شده. الان تو فیلم چقدر معلومه. شروع میکنم که تیز کردن این لبه رو تیز میکنم، بعد باید بیایم پشتش رو هم خالی کنیم، یه همچین زاویه‌ای هم پشتش بزنیم و برش بزنیم. وسطش هم یه سوراخ میکنیم. خب این الان تا حد خیلی خوبی تیز شد.
حالا تو فیلم نمیخواد معلوم نیست چقدر کد کردم. نه اینا با کدیس اندازه میزنیم. 7 میلیمتر این کد شده. بچه ها من 13 میل جدا کردم، یه خط زدم اینجا که شروع کنم خالی کردن این لبه رو. بعد 13 میل هم زخامت کارمو گرفتم. حالا شما میتونید 1 میل بیشتر کمتر، اندازه خاصی نداره. من 13 میل انتخاب کردم. 7 میل گودی مونه، گودی این شیاریه که زدیم این داخل. بعد 6 میل هم پشتشو در نظر گرفتم. میشه چقدر؟ میشه 13. حالا شروع میکنم خالی کردن اینجا تا این 13 میل. بعد سوراخ و برش و بقیه کارا. بچه ها الان توی این زاویه معلومه یه خورده برداشتم اینجا رو، هنوز کامل نشده. من بهتون یه نشون بدم این مرحله کارم. یه انقدر از این سر شروع میکنیم بار برداشتن تا این انتها که یه ضخامت خوبی هم اینجا بمونه، زیاد نازک نشه. بعد حالا سوراخش و برش و بقیه کاراش. دقت کردین اسپیکای فولاد میتراشین، رنگ براده هاش، این براده هایی که در میاد چقدر زیباست. واقعا خیلی قشنگه، اصلا نمیشه بگی سبز آبیه، چه رنگیه. خب آقا سوراخش رو زدیم، سوراخش تموم شد. بعد میریم سراغ دیگه تیز کردن نهایی که این بالا رو من حالت 2 تا زاویه بهش دادم. یه زاویه با این توضیح بدم، یه زاویه از اینجا دادم روی پایین، یه زاویه هم اینجا دادم روی این. حالا اینو میخوام یه خورده بیشتر بخوابونمش روی این. آره یه خورده تیزش کنم تو این لبهش، یه خورده تختی داره، یه حالت 0.5 میلیمتر 1 میلیمتر اینجوری قشنگتر معلومه. باید تیز باشه. حالا نهایت آخرش بعد از اینکه اینو باید آبکاری هم بکنیم. من گفتم اسپیکای 2379 انتخاب کردم برای این کار. بعد که آبکاری کردیم میتونیم با سنگم اینو تیزش کنیم. همینجوری ببندیش رو دستگاه با مرغک از اینجا بچسبونیش رو کف سرنظام. حالا از پشت یا داخل یا با سنگم گشتی یا داخل یا با سنگ فرز از بیرون تیزش کنیم. این کارم میتونیم بکنیم. من تا جایی که ممکنه با الماس این کار رو انجام میدم. بعدش دیگه بقیه‌شو با سنگ میزنیم. ما تراشیدیم، تراش نهایی این در اومد. فقط برشش مونده، همه چیش آماده است. فقط برش بزنیم تمام. بچه ها من این زیری شاپلوی اینم درست کردم. بعد سوراخ علوی زدم، این هم میذاریم اینجا. یه واشه فنری با کتیش آلن میذاریم میبندیم. این میشه رنده ما. فقط قبلش من سنگ انگشتی آوردم با سنگ مناسب، حالا یه همچین سنگی یا اینجوری دایره یا کوچکتر، ببینم چی پیدا میکنم.
همین خوب باشه. این میذارم رو دستگاه مرغک میکنم اینو. این لبش رو یه خورده سنگ میزنم که از داخل تیزش میکنم، تیز بشه. به این صورت من مرغکش کردم. حالا سنگ رو این بغل میارم، اینجا رو تیزش میکنم. خب آقا تموم شد. من اینو تیزش کردم، بستمش رو دستگاه، آماده است. حالا میخوایم تستش کنیم. خیلی قشنگ داره.